دوستان و سروران گرامی، حضرت امام محمد غزالی رحمت الله تعالی میفرماند الله تعالی تمام خیر و خوبی های دنیا و آخرت رو در یک کلمه خلاصه کرده و او تقوا است. تقوا یک سرمایه بسیار عظیم و بزرگی هست که میتونه همه سعادت های دنیا و آخرت رو برای انسان برمقام بیاره. تقوا ملاک ارزشگذاری انسان ها هست. در قبل از اسلام اگر انسان ها رو بر مبنای پول اونها، موقعیت اجتماعی اونها، حسن و جمال اونها، قوم و قبیله اونها ارزشگذاری میکردن و مورد احترام قرار میگرفت، اما اسلام آمد و این معیارهای غلط رو کاملا برداشت و مبنای ارزشگذاری ها رو بر مبنای تقوا قرار داد. اگر یک فردی ولو این که از طبقات پایین جامعه باشه، اونطور حسب و نسبی عالی نداشته باشه، سرمایه مادی و دنیوی در اختیار نداشته باشه، مرکب و سواری عالی خوبی نداشته باشه، ولی در عین حال تقوا داره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مکرمترین نیکوترین انسانها با تقواترین اونها هست. هر کسی که سرمایه تقوا رو داره در حقیقت الله رو داره. ان اولیاءه الا المتقون، دوستان الله تعالی متقین هستن، کسایی که پروای خدا رو دارن. تقوا یک معنای تحت لفظی اون رو اگر بگیم، تقوا به معنای پروا کردن است. یعنی کسی که پروای از خدا دارد، حیای از خدا می کند و قبل از هر فعلی و قبل از هر کاری اول نگاه میکنه که آیا الله تعالی راضی هست یا ناراضی. اگر الله تعالی رو راضی دید، اون عمل رو میکنه. اگر الله تعالی رو ناراض دید، ولو این که اون عمل برای نفسش چقدر لذت بخش باشه، اون عمل برای خودخواهی و خودپسندی خودش چقدر شیطان رو آراسته کرده باشه، او با همه خواسته های نفسانی خودش، همه لذت ها و جاذبه های غلط درون خودش می جنگه، اما الله رو ناراض نمی کنه. بارها این مثال رو از بنده شنیدید، اما چون اینا صحبتی هست برای اصلاح، برای تغییر و تنها برای این نیست که ما چیزی رو یاد بگیریم، به اطلاعات دینی خودمون چیزی اضافه بکنیم و بعد بریم دنبال کار خودمون. نه، میگیم تا تغییر کنیم، میگیم که تا در ما تحولی بیاد، و میگیم چون این رو نیاز روح و باطن خودمون میفهمیم. ما وقتی آب رو نیاز جسممون فهمیدیم، نیاز بدنمون فهمیدیم، از تکراری بودن او خسته نمیشیم. وقتی ما فهمیدیم که نان لازمه یک سفره هست و باعث رشد بدن، تقویت بدن هست، ما از تکراری بودن او خسته نمیشیم. اون چیزی رو که ما فهمیدیم او یک نیازه و ما برای تغییر و تحول به اون نیازمندیم، لذا از تکرار اون نباید خسته بشیم. استاد ما در یک سفری میفرمند یک بچه ای رو شکلاتی تعارف کردن. اخلاق اسلامی، معاشره اسلامی، تعامل با بندگان خدا. دوست خدا اون کسی است که هم رفتار خوب با خدا رو بلده و هم رفتار خوب با خلق خدا رو بلده. دوست الله تعالی اون کسی هست که بندگان خدا رو به خاطر خدا دوست داره. الخلق و عیال الله، تمام خلق به منزله اهل و عیال الهی هستن و او بر همه مخلوق خداوند ترحم میکنه، اونها رو دوست داره. حسن تعامل، همزیستی به اونها نشون میده. چرا؟ چون اونها بندگان الله تعالی هستن و الله تعالی وقتی که تو با بندگان او خوب باشی، الله هم با تو خوب میشه. بنابراین ولی و دوست خدا همینقدر که نگرانه تا رابطش با الله تعالی در عبادت ها مستحکم باشه،
همین قد نگرانه که رابطش با خلق خدا در معاشرت اسلامی خوب و زیبا باشه. همونطور که یجوز و لا یجوزها رو، بایدها و نبایدها رو، حلالها و حرامها رو در عبادتها به شدت محتاط هست، مواظبه که اینا رو من رعایت کنم. چارچوب و موازین شرعی رو در عبادات موشکافی میکنه و دقت میکنه که در عبادات از این حدود شرعی پارو فراتر نگذاره. همونطور ولی و دوست خدا نگرانه که در معاشرات اسلامی حد و مرزها چیه، در معاشرات اسلامی حلال و حرامها و یجوز و لا یجوزها چیه، در معاشرات اسلامی و تعاملی که من باید با بندگان خدا داشته باشم حد و مرزها چیه. اگر دوستی میکنم حد و مرز دوستی چقدره؟ اگر یک روزی کار به اختلاف افتاد و کار به مشاجره افتاد، در این اختلاف و مشاجره هم عدالت چیه؟ حد و مرز شرعی چیه؟ چطور من در این مخاصمه، در این اختلاف نظر رفتار بکنم تا حکمی از اوامر الله تعالی نشکنه، آخرت خودم را دست ندم، کرامت و شرافت انسانی خودم رو پامال نکنم. مؤمن همونطوری که در عبادات نگرانه که الله ناراض نشه، تو معاشرات هم نگرانه الله ناراض نشه. همونطور که در عبادات دنبال حلال و حرام، یجوز و لا یجوز و حدود شرعی میگرده، تو معاشرات هم دنبال حدود شرعی میگرده، دنبال حلال و حرامش میگرده، دنبال اون موازین و چارچوب شرعی میگرده که در تعامل خودم با بندگان خدا باید چطور باشم. اتفاقا اون کسی که ولی و دوست خدا هست، از اون ارتباط نوع دوم، یعنی ارتباطی که باید با بندگان خدا داشته باشه، بیشتر نگرانه و محتاطه. چون این طرف قضیه در عبادات سرکار ما با الله و الله تعالی ذاتی غفوره، مهربان، عفو، او میبخشه، او احتمال عفو و بخششش بسیار زیاده. اما از این طرف در معاشرات اسلامی سرکار تو با مردمه، حقوق العباده. و در حقوق العباد اگر حقی از بندگان الله تعالی پامال شده باشه، این حق گاهی وقتا مال، گاهی وقتا جان، این حق گاهی وقتا عرض و آبروی مسلمان. اگر به مال مسلمان تعدی، به جان مسلمان تعدی، به عرض و آبروی مسلمان تعدی کرده باشی، لطمه به اونا وارد کرده باشی، الله تعالی عفو نمی کنه این را، مگر این که صاحب حق خودش عفو کنه. اگر انسان حقی از حقوق بنده های الله تعالی رو پامال بکنه، ولو این که او هر سال حج بره، ولو این که او یک دعوتگر چیره دست باشه و هزاران نفر به دست او اصلاح بشن، ولو این که خدمت‌های دینی کلان بکنه، ولو این که اعتکاف‌های هر سال رو بشینه، اما اگر حقی از بندگان خدا رو پامال کرده باشه، با هیچ کدوم اینها جبران نمیشه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی میخواستن در نماز جنازه شرکت کنن، سوال میکردن مغروض مدیون نیست؟ حق مالی از برادر دینی او بر گردن او نیست؟ اگر میگفتن مغروض مدیونه، میگفتن شما بر او نماز بخوانید. خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به شخص شخیص، نفس نفیس، در این نماز جنازه شرکت نمیکردن تا به ما بفهمانند که حقوق العباد چقدر خطرناک. یا در حدیث آمده که شهید با اولین قطره خونی که از بدن او به زمین میچکد، تمام گناهان او عفو میشه و الله تعالی یک لذتی، حلاوتی، خوشی، سرمستی نصیب شهید میکنه که او حتی در جنت هم گیر نمیاد. با همین وجود اما اگر این شهید حقوق العباد برگردن او باشه،
حتی با ریختن خون شهادت. ببینید عزیزان، در راه الله تعالی بخشی از مال خودش رو فدا نکرده، در راه الله تعالی بخشی از وقت خودش رو هزینه نکرده. 1 سالی، 40 روزی، 2 سالی در راه الله تعالی وقت خودش رو صرف کرده باشه. نه، این در راه الله تعالی جان داده، جان برای اعلای کلمت الله، برای احیای دین و برای این که دین الله تعالی در تمام دنیا زنده بشه جان داده و همه زندگی رو فدا کرده. اما همین هم اگر حقی از بندگان خدا برگردن او باشه، عفو نمیشه تا وقتی صاحبان حق او رو عفو نکنه. متاسفانه امروز عزیزان خیلی از گناهان رو ما سبک شمردیم. فضای عمومی جامعه ما بعضی از گناهان رو برای ما عادی سازی کرده و احساس ما تو این فضای غلط جامعه این شده که قبح و زشتی این گناه ها از دل بیرون رفته. فکر میکنیم سبکه، چون همه میکنن. فکر میکنیم سبکه، پیش خدا هم چیز کوچکیه، چون تو جامعه سبک شمرده میشه. الله تعالی هم او رو کوچک میدونه، چون فضای عمومی جامعه ما او رو کوچک میبینه. نه، خیلی چیزها هست که پیش ما سبکه و او پیش الله تعالی بسیار سنگینه. و هرچه او در جامعه رواج پیدا بکنه و هرچه او در جامعه عادی سازی شده باشه و هرچه در این فضای غلط جامعه قبح و زشتی او دلها بیرون رفته باشه، هیچ کدوم اینا دلیل نمیشه برای اینکه او در نزد الله تعالی هم کوچک باشه. امروز اگر یکی از مجلس قمار بلند بشه، هم خودش رو به شدت گناهکار میفهمه، هم جامعه. امروز اگر یکی از یک مجلس شراب بلند بشه، هم خودش رو ملامت میکنه، نفس لوامه به سراغش میاد تا میرسه به خانه، هی ملامت. جامعه هم به یک دیدی بهش نگاه میکنن که بله این گناهکار و هست. اما سوال اینه که همونطوری که یک فرد از مجلس قمار، از مجلس شراب، از مجلس رقص و موسیقی بلند میشه، کار خودش رو قبیح و زشت میفهمه، آیا اگر یه فردی از مجلس غیبت بلند بشه، همینقدر کار خودش رو زشت و قبیح میدونه؟ همینقدر خودش رو گناهکار میدونه؟ نه، مجبوریم به در و دیوار مسجد هم گاهی وقتا بنویسید آی نماز گذار غیبت نکن، آی معتکف غیبت نکن، آی عزیزی که با مال جانت در راه الله تعالی تشکیل شدی تو خانه الله تعالی غیبت نکن، آی طلبی که تو محیط دینی هستی و تو میخوای پرچمدار دین بشی غیبت نکن، آبروی مسلمان نریز، به عیب مسلمان آگاه شدی عیب مسلمان رو پخش نکن. معامله بندگان خدا رو با خدا بگذار. تو قاضی نیستی، تو به جای خدا قرار نیست برای بندگان خدا تصمیم بگیری. تو اینقدر پاک و معصوم نیستی، اینقدر از خطاها مسون و محفوظ نیستی که حالا بر خودت مطمئن شدی و به پاره پاچه مردم پیچیدی. که به تو ضمانت داده تو جنتی هستی؟ که به تو این ضمانت رو داده که در تو عیبی نیست که اون عیب در نزد الله تعالی سبب مردود شدن تو باشه؟ علیاذ بالله. ابلیس جرم داشت ولی جرم خودشو خیلی کوچک میفهمید. در قبال این چند صد سال عبادت، تسبیح، تحمید، تحلیل، سجده، رکوع، این چند صد سال عبادت این چیز رو بسیار کوچک میدید، اصلا گناه نمیفهمید این رو، اما در نزد الله تعالی چقدر بزرگ بود که باعث رانده شدن او درگاه الله تعالی شد. شیطان کدوم گناه رو سبک شمرد؟ زنا رو،
نه. شراب را نه. قمار را سبک شمارد؟ نه. کدوم گناه رو سبک شمارد؟ گناهی که مربوط به دل و عالم درون انسانه، اون گناه. برای همین الله تعالی میگه و در ظاهر الاثم و باطنه، هم گناهان ظاهره رو ترک کنید، هم گناهان باطنه و درونی رو. هم گناهانی که مال اعضا و جوارح شماست ترک کنید، هم گناهانی که مال دل شماست. هم گناهانی که اون گناه ها شهوانی ریشه شهوت داره، شرابه، زنا، چشمچرانی، اینا ریشه از شهوت داره. همین گناهان شهوانی رو ترک کنید. هم گناهان شیطانی. گناهان شیطانی کدوم گناهه؟ ریشه ای از جاه طلبی داره، ریشه ای از تکبر داره. گناهانی مثل حسد، اینا ریشهشون شیطانیه، ریشهشون از جاه طلبیه، ریشهشون از برتری جوییه. حساد، چرا دیگران این نعمتو دارن من ندارم، حالی که من از او بهترم، من مستحق این نعمتم، این نعمت از او باید سلب بشه، اصلا او لیاقت این نعمتو نداره. ریشه تکبر، ریشه خودبینی، ریشه این که من خودم رو از او برتر میفهمم. اینو به زبان بیارم یا نیارم؟ منشأ این گناه همینه، انا خیر من از او بهترم، لذا باش حسادت میکنم، غیبت میکنم. چرا؟ چون گناه او رو میبینم، گناه خودم رو نمیبینم. غیبت میکنم چون غره طاعت و عبادت و بندگی و خدمت دینی خودم شدم، خودم رو پاک و معصوم میدونم. حالا به خودم اجازه میدم که به بنده های خدا هم بتازم، تحقیر کنم، تخریب کنم، با آبروی مردم بازی کنم. چیه؟ من عابدم، من اینقدر نوافل میخونم، من اینقدر خدمت دین میکنم. خدا شده، خدا شده و به جای خدا برای بنده های خدا داره تصمیم میگیره. جنتی جهنمی بودن که مستحق بخشش و عفو خدا هست کی نیست، کی خوبه کی بد. صبح تا شب ترازوی دست گرفته مردم رو وزن میزنه، به جای خدا تصمیم میگیره. بله داعی باش، قاضی نباش. بله داعی باش، مدعی نباش. ادعای برتری، ادعای خوبی، مدعی نباش، داعی باش. داعی باش، قاضی نباش. بنده‌های خدا رو قضاوت نکن. همونی که تو اونو کوچک میبینی در اثر فلان گناهی که خبردار شدی یا دیدی، او ممکنه توبه کرده باشه که نتونه الله تعالی خودش رو عفو کرده باشه، به برکت توبه او الله یک شهر رو عفو کنه. اشکی چکنده، ربنایی گفته، ندامتی رو در درون قلب خودش تجربه کرده، دل شکسته ای رو گذرانده که الله تعالی او رو قبول کرده، نتنه الله او رو عفو کرده، به برکت توبه او شاید الله یک شهر رو عفو کرده باشه. اما خدا از او گذشته، تو نمیگذری. الله او رو عفو کرده، تو هنوز شماتت میکنی، تو هنوز تتبع عورات میکنی، تو هنوز دنبال جستجوی بدیهای او هستی، تو هنوز دنبال رسوا کردن او هستی، حالان که الله او رو عفو کرده. یه بزرگی در مسجد آمد، دید یک فردی نماز میخونه، در دل پیدا شد. غیبت یک مدلش غیبت دله، به زبان هنوز نیامده، کلمه نشده، جمله نشده، به کسی نگفته، اما در دل گاهی وقتا غیبت به وجود میاد. این بزرگ وارد مسجد شدی، فردی نماز میخوان، در دل او آمد که این ریاکاره،
خود این بزرگ میگه در اثر همین گمان بد تا 40 شب از تهجد محروم شدم، از نحوست همین بدگمانی. به یک بنده الله تعالی بدگمان شدم، از نحوست همین عمل تا 40 روز تا 40 شب از تهجد محروم شدم. عزیزان گاهی وقتا ما اینا رو گناه نمیفهمیم. چی شده ما رو که اونی که از مجلس شراب بلند میشه گناهکار، اونی که از مجلس قمار بلند میشه گناهکار، اونی که از مجلس رقص و پاکوبی بلند میشه گناهکار، اما اونی که از مجلس غیبت بلند میشه چون از مسجد آمده بیرون خودش رو گناهکار نمیفهمه، از مجلس تهمت آمده بیرون، آبروریزی مسلمان آمده بیرون، بدگمانی آمده بیرون، از مجلسی پر حسد، از مجلسی پر تکبر، از مجلسی پر خودبینی، نمامی، سخنچینی، تهمت، افترا، از این جلسه آمده بیرون چون ظاهر این جلسه به ظاهر اعتکافی بوده، مسجدی بوده، به ظاهر جلسه دینی بوده، به ظاهر تشکیلی بوده، به ظاهر طلبه‌ای در حوزه بوده، از اینجا آمده بیرون احساس میکنه گناهکار نیست. الان که الله تعالی سخت‌ترین مثال رو در کلام خودش برای غیبت زده، خوردن گوشت برادر مسلمان. یعنی چی؟ انقدر این گناه قبیحه و زشت پیش الله تعالی. تصور این انسان رو رنج میده که فردی گوشت برادر مسلمانش رو بخوره. این الله تعالی به من تو میگه که کسی که غیبت میکنه کرکس صفتی کرده، لاش خوری کرده، لاش خور. اگر ما تو خیابون راه بریم خیلی وقت هست به ما میگن صوفی صاحب، امیر صاحب، چاق میشیم، خوشحال میشیم، چقدر زیاد، حاجی صاحب، مولوی صاحب، چقدر خوشحال میشیم. با این القاب ما رو یاد میکنن، درون ما پر از خوشی میشه. ما یه گناهی کردیم که پیش الله تعالی لقب همونه. اگر اون لقب رو به ما بگن تا بناگوش ما سرخ میشه. به من میگی اون کسی که غیبت میکنه الله تعالی مثال میزنه، اون مثل کسیه که گوشت برادر مسلمانش رو خورده. اگر تو خیابون یکی بهش بگه های لاشخور، تو غیبت نمیکردی؟ تو الان آبروی مسلمان رو وسط نگذاشته بودی و با آبروی مسلمان الان بازی نمیکردی. تو چرا فکر میکنی فقط مجرم اون کسیه که دست تو جیب مردم میکنه، به مال مردم تعدی میکنه؟ تو چرا فکر میکنی مجرم تنها اون کسیه که چاقو دست میگیره جان مسلمان رو ضربه میزنه با چاقو؟ چرا فکر نمی کنی تویی که با کلمات جملات زهراگینت حمده لمزه جلوی رو حرفای زشت و زننده، پشت سر حرفهای پر از نمامی، سخنچینی، غیبت، بدگویی، تو فکر نمی کنی این کلمات زهراگین تو تیرهاییه که روح و روان یک عده افراد رو تا آخر عمر جریحه دار میکنه. زخمهای نیزه به گردد به دارو، ولی زخم زبان را نیست دارو. گاهی یکی زخم شمشیری خورده بخیه‌ای میشه، پانسمانی میشه، دارویی میخوره، زخم فراموش میشه، زخم التیام پیدا میکنه. ولی گاهی وقتا یکی با زبانش حمزه لمزه، با زبان تند تیزش طعنه، تشنی، ملامت، عیب جویی، غیبت،
با این زبان خودش گاهی وقتا زخمی رو به روح و روان یکی وارد کرده که تا آخر عمر او خوب نمیشه. چرا اون کسایی که با کلمات جملات مسموم خودشون، چرا اون کسانی که با زبانهای زهرآگین خودشون فضای جامعه رو پر از عیبجویی میکنن، فضای جامعه رو پر از بدبینی میکنن، فضای جامعه رو پر از بدگمانی و غیبت میکنن، چرا اینها رو بد نمیدونی؟ چرا اینا نظر من قبیح نیست؟ بزرگان ما میگن حتی اگر در مجلس یک عالم ربانی رفتی اونجا صحبت از دین شد، بشین گوش کن. دیدن چهره عالم عبادت، هر مسئله دینی یاد بگیری، از چند رکعت نماز نوافل در احادیث آمده با فضیلت، این همه سر جای خوده. حتی در مجلس عالم نشستی، تصور کن گویا من در مجلس حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نشستم، چون این وارث نبوته، این علم نبوت تو سینشه و من بالواسطه دارم حرفای نبوت رو از اون گوش میکنم، فیض به تو برسه، نور به تو برسه. اما در همین مجلس عالم تا وقتی بشین که غیبت نباشه. اگر غیبت شروع شد، ولو این که اون به ظاهر عالم ربانی هم هست، بلند شد. مثال میزدن، میگفتن قبلا باران رحمت بود، حالا تگرگ شروع شد، فرار کن. نشین. همونطور که غیبت کردن حرامه، سکوت بر غیبت حرامه، شنیدن غیبت حرامه، در مجلسی نشستن که سکوت تو، حضور تو علامت تأیید باشه، تو برابر همون فردی که غیبت کرده مجرمی عند الله. چرا با آبروی مسلمان تاخته شد تو سکوت کردی؟ چرا عیبجوی مسلمان شد تو از مسلمان دفاع نکردی؟ عزیزان، اینا متاسفانه چیزایی که امروز خصوصا در قشر دیندار ما بیشتر شده. بله، تو مسجد کسی شراب نمیاره، تو مسجد کسی فیلم مبتذل نمیاره، سکس نمیاره، اما تو مسجد کسی غیبت نمیاره، تو مسجد کسی حسد نمیاره. آقا تو همین مسجدها مگر نبودند کسانی که داغ پیشانی داشتن، کثرت نوافل داشتن، قرآن شبان روز تلاوت می کردن و از همینجا نقشه قتل سیدنا علی مرتضی رو می کشیدن؟ مگر اون کسی که نقشه قتل سیدنا علی مرتضی رو کشید محاسن نداشت؟ ریش نداشت؟ چرا؟ امامه نداشت؟ چرا؟ مگر نماز نمیخوند؟ چرا؟ تکبیر اولا صف اول. مگر تلاوت قرآن و نوافل عمرهای پی در پی نداشت؟ ابن ملجم مرادی همه اینا رو داشت. اما همین کسایی که برداشت های سطحی از دین دارن، شناختشون از دین بسیار ناقصه، اما ادعای دینداری بزرگ دارن، اینا در هر اصلی ابن ملجم ها، خوارج ها از اینا در میاد. آیاتی که مال کفاره، همین خوارج که میگه اگر شما اونها رو در تلاوت قرآن میدیدی
بر اونا قبطه میخوردی، یا الله اینا چقدر تلاوت میکنن شب روز قرآن جلوشون باز. اگر به چهرهاشون نگاه میکردی همه چهرهاشون داغی بود از کثرت سجده ها. اما همینا آیات قرآن که بر کفار آمده بود، اون آیات قرآن رو میخوندن و اونها رو بر مسلمان ها تطبیق میدادن، خون مسلمان رو مباح میدونستن، قتل مسلمان رو سبک میشمردن، توطئه رو، ترویج فتنه رو، بدی رو تو امت عبادت میفهمیدن. عبادت، کشتن علی رو عبادت. اینا کیا بودن؟ اینا تو قمارخانه ها بلند شده بودن یا تو شرابخانه ها بلند شدن؟ اینا از کجا بلند شدن؟ چهره های اینها چهره فساق و فجار بود. چهره اینها چهره های افرادی بود که سنت رسول خالیه. نه اتفاقا اینها خودشون رو از علی هم دیندارتر میفهمیدن، به برداشت علی از دین قانع نبودن، شناخت علی از دین رو ناقص میفهمیدن، به خودشون رو غمخوارترین افراد به دین میدونستن و فکر میکردن به اندازه‌ای که ما برای دین غم میخوریم، ما برای دین فکر داریم، هیچ کس نداره. لذا یکی از اون چیزهایی که کمک میکنه دین زنده بشه، بیایم بشینیم غیبت علی رو کنیم، بیایم بشینیم عیبجویی از علی بکنیم، بیایم بشینیم بر علیه علی قیام کنیم، بیایم نقشه بکشیم تا علی رو بکشیم و اسلام رو زنده کنیم. اسلام رو زنده کنیم. ابن ملجم مرادی میگه وقتی که سیدنا علی مرتضی رو ضربه زد، او رو دستگیر کردن، او میگه تسبیح دستش بگو سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد. بگو هر کار میکنید با من بکنید، زبان رو قطع نکنید، من ذکر الله رو تا لحظه موت نمیخوام ترک کنم. ذاکر بوده. گاهی این فتنه ها، گاهی این بدی ها، گاهی این انحراف ها و افراط ها و غلو ها، اینا از عموما از شرابخانه ها همیشه بلند نمیشه، قمارخانه ها همیشه بلند نمیشه. گاهی وقتا اینا از تو این محافل، از تو این مجالس، با این چهره ها، با این فکر و تفکرها، از اینا بلند میشه. لذا عزیزان بر این نفس بدبین باشی، خوشبینی بر این نفس یه چیزی از گناه خطرناکتره. گناه از گناه خطرناکتره. میدونون چیه؟ عجب. عجب عجب و خودبینی از گناه خطرناکتره. کسی که گناه میکنه خودشو گناهکار میفهمه، به فکر توبه است، به فکر رجوع الی الله. امروز نه فردا ممکنه الله تعالی توبه نصیبش کنه به طرف الله تعالی برگرد. اما اون کسی که غره طاعت و عبادت خودش شده، اون کسی که غره صفات قشنگ خودش شده، فریفته عابد بودن و زاهد بودن خودش شده و احساس میکنه از دیگران بهتره و شعارش بعد از طاعتها، عبادتها، بعد از خدمتهای دینی، شعارش اینه: انا خیر من. کاش ابلیس گناه میکرد اما عجب نمیکرد.
اگر گناه میکرد، استغفار بود، توبه بود، ندامت بود، رجوع الله بود، در الله رو کوبیدن بود و بعد الله عفوش میکرد. اما او گناه نکرد، عجب، خودبینی، خود برتر بینی، خود رو حق مطلق تصور کردن و خود رو از دیگران بهتر دانستن، این مقدمه هر فساد و بدیه. بعد اون انسانی که خودش رو از دیگران برتر میدونه، برای هر بدی شیطان زینتی برای او درست میکنه. مسلمان رو بکش، از این آیه استدلال کن. مسلمان رو تخریب کن، از این حدیث استنباط کن. تعویل غلط، توجیه غلط، برداشت های ناصحیح، قرائت های باطل دین بعد شروع میشه. بعد هوا و هوس خودش رو آرایش قرآنی و حدیثی میکنه، برای باطل خودش انواع و اقسام دستاویزهای غلط از قرآن حدیث پیدا میکنه و دست به هر فساد میزنه، دست به هر بدی میزنه، دست به هر جرم و جنایت میزنه. و از اون طرف شیطان هم برای بدی او توجیه و تعویل ها درست میکنه، راه رو براش هموار میکنه و او فکر میکنه بر مسیر دینه، فکر میکنه هی والله داره نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه، ولی فتنه ها داره درست میکنه، بدی ها داره در امت رواج میده. مولانا الیاس رحمت الله تعالی علیه که این نهضت زیبا رو شروع کردن، گاهی میگه از عجب بر خودشون گریه میکردن، گریه. گاهی وقتا به اون علمایی که در کنار ایشون بود با گریه، با گلوی پر از بغض میگفتن شما رو به خدا به محمد الیاس رحم کنید، اگر بدی تو محمد الیاس دیدید تذکر بدید، من اصلاح کنید، کجی دیدید راست کنید. از استدراج میترسید، نکنه این همه خدمت دینی که من میکنم بر باطل باشم و از من خدمت دینی گرفته بشه. چرا؟ چون ان الله لا یؤید هذا الدین برجل فاجر. گاهی وقت الله تعالی از یک فاجر، از یک کافر برای دین خودش کار میگیره. مگر نبودن در زندگی مکی کسانی که پیامبر رو قبول نکردن به عنوان نبی، ولی در کنار نبی بهترین خدمتها برای دین کردن؟ مگر نبودند کسانی که ظالمترین فرد این امت بودند اما بهترین خدمتها رو به قرآن کردن؟ قرآن، همین قرآنی که امروز اگر اعراب گذاری شده، نقطه گذاری شده، این خدمت بزرگ قرآنی رو حجاج بن یوسف کرد. ظالم ترین فرد این امت، کسی که دستش آغشته به خون صحابه است، دستش آغشته به خون تابعین، بهترین افراد این امته، صحابه رو کشت، تابعین رو قتل عام کرد، اما خدمت قرآنی هم کرده. تجدید بنای کعبت الله را هم کرده، خادم حرمین شریفین هم بوده. یزید، ما یک چهره یزید رو در کربلا میشناسیم. ظلمی که به اهل بیت آل رسول کرد و اون همه رسوایی که در تاریخ برای خودش ثبت کرد، این یک چهره یزیده. اما یک چهره دیگر یزید، این که او در کنار حسنین، در کنار سبطین، در لشکر مسلمان ها یک زمانی شمشیر زد،
یک زمانی همرزمی بود که در کنار حسنین برای اعلای کلمت الله جنگید. بخش‌هایی از آفریقا در زمان یزید، در اون زمانی که یزید در اون لشکر بود، اونها فتح شد برای گسترش دین، برای اشاعت دین و برای این که هزاران هزار آفریقایی مشرف به اسلام شدن. خدا از یزید کار گرفت. اما ظالم، اما کسی که خون مسلمان ها رو مباح میری به خاطر حکومت و قدرتش خیلی راحت ریخت، حتی اون کسایی که خون حضرت رسول در رگهای اون هست، شرم از اهل بیت و آل رسول هم نکرد. لذا مولانا الیاس کار می کرد و بر خود بدگمان بود، بر خود گریه می کرد، از استدراج بر خود می ترسید، از اوج بر خود می ترسید و حرکتی هم شروع کرد. هرگز اجازه نمیداد که در حرکت او و نهضت او عیب جویی در امت رواج پیدا کنه، بلکه یک چیز دیگر رو به امت یاد داد. وقتی بدی ها رو میبینید، کجی ها رو میبینید، انحرافات رو میبینید، به جای غیبت کردن، به جای عیب جویی کردن، به جای مقصر دانستن این و اون و فلان، به جای اینها بگید این همه بدی هاست کیه؟ بگید از منه، از منه. من مسلمان خوبی نبودم، من نمایندگی خوبی از اسلام نکردم، من رفتار و گفتارم با هم همخوانی نداشت، من مسلمان ها رو از اسلام بیزار کردم، من صفات داعیانه نداشتم، من سیرت صالحین نداشتم، من قلبی پر از خوبی و رحمت و نوع دوستی برای بشریت نداشتم. من باعث شدم که این بدی ها در امت رواج پیدا بکنه. مقصر اصلی منم، من باید اصلاح بشم. هر کس یقه خودش رو بگیره، هر که بر خطاهای خودش گریه بکنه، هر کس از دیدن بدی ها در او حس مسئولیت پذیری بیشتر بیاد، به جای این که بدی ها رو که دیدیم عالم و آدم و مقصر ببینیم. چرا جامعه اینطوریه؟ تبلیغی ها از کار افتادن، کار نمی کنن، فلان اینطور و اونطوره، مولوی ها فلان شدن، این اینطوری میکنه، اون اونطوری میکنه، پولدارا اصلا رسیدگی نمیکنن، اون قشر اومد، این قشر اومد، این قشر اومد، همه بدن. کی خوبه این وسط؟ بگید کی خوبه؟ با زبان حال میگه من فقط خوبم، من خوبم. و این در حدیث آمده من قال هلک الناس، کسی که گفت مردم همه هلاک شدن، او هلاک ترین فرد اون جامعه است. کسی که گفت چی؟ همه مردم جامعه همه هلاک شدن، همه بد شدن، او هلاک ترین فرد این جامعه است. لذا عزیزان در خودمون این رو زنده کنیم، در خودمون صفات رو زنده کنیم و تلاش کنیم که بیش از هر چیز نگران چی باشیم؟ حقوق العباد، معاشره قشنگ، اخلاق زیبا. در حدیث آمده که کسی که اخلاق زیبا داره، حسن سلوک با مردم داره، گره گشایی از مشکلات مردم میکنه، اختلاف میبینه، اصلاح میاره و سعی میکنه که بندگان خدا را درداشون، غمهاشون رو ببینه و مشکلی از اونها حل کنه. از دیدن او، اخلاق کریمانه و قشنگ او، الله یاد میاد، رأفت الهی، رحمت الهی یاد میاد. تو اخلاقش عفو، ایثار، اکرام، گذشته. در حدیث آمده که
انسان با اخلاق نیکو به درجه قائم اللیل و صائم النهار میرسه. اخلاقش قشنگه. با اخلاق قشنگ الله تعالی او رو در لیست کیا ثبت میکنه؟ کسی که تمام شبها تا صبح عبادت میکنه و همه روزها روزه داره، چون اخلاق داره، چون حسن معاشره داره، چون تعامل نیکو با بندگان خدا داره، چون وجودش برای جامعه و مردم نافعه. چون اگر اختلاف میبینه به جای نمامی کردن آتش بیار معرکه شدن و این آتش فتنه رو شعله ورتر کردن، به جای اینها میاد اصلاح میاره، دلها رو به هم نزدیک میکنه، فتنه ها رو میخوابونه. عزیزان امروز این کم شده تو امت. من اول عرایزم میخواستم در رابطه با تقوا چیزایی رو بگم، اما الله تعالی ما رو به سمت سوی دیگری برد. اون صحبت اولم رو میگم و صحبت رو تمام میکنم. حضرت استاد گفتم اخلاق. ایشون وقتی اون بچه رو دیدن شکلاتی تعارف بچه کردن، بچه میگه اول قبول نکرد، دوباره اصرار، هی اصرار، نهایتا بچه به باباش نگاه کرد، بابا سری تکان داد، بعد میگه شکلات رو پوست کند و خورد. استاد میگه به اون شاگردا گفتن که دور بر ایشون بودن، این بچه به ما درس تقوا داد. تقوا یعنی همین. شکلات شیرینه، شکلات برای بچه لذت بخشه، اما این بچه شیرینی رو، لذت رو فدای بابا کرد. تا بابا اجازه نده من گرد هیچ لذتی، گرد هیچ شیرینی، گرد هیچ خوشی نمیگردم تا بابا راضی نباشه. رضایت بابا برای من شیرین تر از این شکلات، رضایت بابا برای من خوشیش از خوشی داشتن این شکلات بیشتره. من اول بابا رو داشته باشم، اگر بابا، رضایت بابا از من شد، کنار اینها شکلاتم از من شد، زهی سعادت. اما اگر قراره با این شکلات من رضایت بابا رو از دست بدم، قراره با شیرینی این شکلات، شیرینی رابطه قشنگ با بابا رو فدا کنم، رضایت بابا رو فدا کنم، خوشی بابا رو فدا کنم، من بر این خوشی خاک میپاشم. این بچه به ما یاد داد تقوا یعنی همین. مؤمن قبل از این که به سمت هر لذتی بره، به سمت هر خوشی بره، به سمت هر چیز لذت بخشی بره، اول نگاه میکنه الله راضیه، الله ناراض. اگر الله راضی بود خب استفاده میکنه از نعمت الله تعالی، استفاده میکنه از اون لذت حلال، استفاده میکنه از اون شیرینی حلال، الله اجازه داده، از اون بهره میبره، استفاده میکنه. اما اگر یک جایی الله ناراض شد، حکم الله شکسته شد، او بر هر خوشی خاک میپاشه، هر لذتی رو فدا میکنه، از هر اسماعیل درونش میگذره، چاقو به همه لذتهای درونش میکشه، الله رو ناراض نمیکنه. یک جان 100 جان حاضر فدا کنه، الله رو ناراض نکنه. این متقیه، این متقیه. تعریف تقوا همینه که ما پروای خدا رو بکنیم، او بشه اولویت زندگی ما. قبل از هر حرکتی فعل و انفعالی نگاه کنیم الله راضی الله نه. زبان میخواد حرکت کنه، حرفی بزنه، از این کلمه، از این جمله الله راضی ناراض؟ چشم میخواد ببینه آیا از این دیدن الله راضیه یا ناراض؟ چشم یک لذت هایی رو دوست داره، اما از این دیدن اگر الله ناراض میشه من هرگز نمیبینم. یه لقمه چرب زیبا و قشنگه، اینو خیلی نفس دوست داره، اما از این لقمه اگر الله ناراض میشه من این لقمه رو فدا میکنم، الله رو ناراض نمیکنم. همین تقوا.
و کسی که با این تقوا زندگی کنه الله رو به دست میاره و کسی که الله رو به دست آورد او همه لذت ها رو به دست میاره، چون الله دنیا و همه لذت ها، همه شیرینی ها، همه خوشی های دنیا خالقش ذات الله ہے و کسی که الله رو به دست بیاره سرچشمه همه خوبی ها رو به دست آورده. الله تعالی به همه ما توفیق عمل بده. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.